درود دوستان، من احسان اکبری بهار هستم و امروز میخوایم درباره مدیریت انرژی در طول روز با هم صحبت کنیم. سلام. امروز میخوام درباره موضوعی حرف بزنم که شاید از هر چیزی مهمتر باشه، اما معمولاً کمتر بهش توجه میکنیم. منظورم مدیریت انرژی در طول روزه. وقتی از انرژی حرف میزنیم منظورم فقط خستگی جسمی نیست. انرژی ذهنی، احساسات، انگیزه و تمرکز ما خیلی بیشتر از بدنمون ظرفیت داره که بالا و پایین بشه. ما آدم ها همیشه دنبال اینیم که کارهای بیشتری انجام بدیم، برنامه هامون رو کامل کنیم، به موقع سر کار بریم و در عین حال آروم بمونیم. اما چیزی که اغلب فراموش میکنیم اینه که کارهای ما به زمان وابسته نیست، به انرژیمون وابسته است. اگر انرژی داشته باشیم در نیم ساعت کاری میکنیم که توی 3 ساعت انجام نمیدیم. امروز قراره درباره این حرف بزنیم که چطور میتونیم انرژیمون رو مدیریت کنیم، از چه چیزهایی خالی میشیم و از چه چیزهایی دوباره شارژ میشیم و چطور میتونیم روزمون رو بدون افسردگی بگذرونیم. بخش اول، انرژی از کجا میاد؟ قبل از اینکه بخوایم مدیریت انرژی رو یاد بگیریم باید بدونیم اصلاً انرژی چیه. انرژی ترکیبی از 3 چیزه. 1. انرژی جسمی، همون غذایی که میخوریم، خواب، حرکت بدن و حتی نفس کشیدن ما. 2. انرژی ذهنی، تمرکز، توان تصمیم گیری، مدیریت کارها، مقابله با حواس پرتی ها. 3. انرژی احساسی، تعامل با آدم ها، اتفاقات روزمره، نگرانی ها، خوشحالی ها، دلخوری ها. یه روز ممکنه بدنمون سالم باشه اما از نظر ذهنی خسته باشیم، یا ذهنمون شارژ باشه اما احساسی تخلیه داشته باشیم. همین تفاوت‌ها باعث میشه گاهی بدون دلیل بی‌حوصله و بی‌انگیزه باشیم. مدیریت انرژی یعنی شناختن این 3 منبع و یاد گرفتن این که چطور بینشون تعادل ایجاد کنیم. بخش دوم، چرا انرژی ما افت میکنه؟ گاهی فکر میکنیم خستگی ما فقط به خاطر کمخوابی یا کار زیاده، اما واقعیت اینه که انرژی ما بیشتر از کمبود خواب با چیزهای کوچکتری از بین میره. تصمیم‌های کوچیک و زیاد، پیام‌های بی‌وقفه، کارهایی که نیمه کاره رها میکنیم، مقایسه خودمون با دیگران، توقعاتی که در طول روز به ما فشار میاره، آدم‌هایی که انرژیمون رو میگیرن و مهمتر از همه مقاومت ذهن در برابر کارهایی که نمیخوایم انجام بدیم. جالبه بدونید که مغز ما برای شروع یک کار انرژی بیشتری مصرف میکنه تا ادامه دادن یک کار. برای همین گاهی شروع کردن سخت‌تر از انجام دادنه. برای همین اگه روزتون رو با کارهای سخت شروع کنین از همون اول نصف انرژیتون رو سوزوندین. بخش سوم، مدیریت انرژی از صبح شروع میشه. صبح لحظه‌ای که مغز هنوز ریستار شده و ذهن خالیه. شروع صبح تعیین کننده کیفیت کل روز شماست. چند نکته ساده برای مدیریت انرژی از همون لحظه بیدار شدن. 1. بلا فاصله سراغ گوشی نرید. هر پیام، هر نوتیفیکیشن ذهن شما رو به چند سمت میکشه. انرژی ذهنی هنوز شارژ نشده اما دارید مصرفش میکنید. 2. 30 ثانیه نفس عمیق، نه مدیتیشن حرفه‌ای، فقط 3 تا نفس عمیق. این کار مغز رو از حالت بقا به حالت کنترل میبره. 3. یک کار کوچیک و ساده برای شروع روز. رخت خواب رو مرتب کنید، 1 لیوان آب بخورید یا حتی آهنگ مورد علاقتون رو گوش کنید. مغز عاشق موقعیت‌های کوچیک و سریعه، همین باعث میشه انرژی اولیه روز بالا بمونه. 4. صبحانه سبک اما انرژیزا، مثل آجیل، میوه، تخم مرغ یا هر چیزی که خودتون باهاش حال میکنید. و اینم یادتون باشه صبحانه سنگین مساوی با خواب آلودگی. بخش چهارم، قانون 90 دقیقه‌ای 20 دقیقه‌ای.
انسان نمیتونه از نظر ذهنی بیشتر از 90 دقیقه پشت سر هم روی یک چیزی تمرکز کنه. این یک حقیقت زیستیه، نه روانشناسی. به جای جنگیدن با بدنتون باهاش همکاری کنید. 90 دقیقه کار کنید، 20 دقیقه استراحت کنید. در 20 دقیقه‌ای که استراحت میکنید نمیخواد سراغ گوشی یا ایمیلتون برید، بلکه فقط استراحت کنید. قدم زدن کوتاه، چند حرکت کششی، آب خوردن، نگاه کردن به بیرون از پنجره یا حتی دراز کشیدن 1 دقیقه‌ای. این 20 دقیقه باعث میشه مغز دوباره شارژ بشه و برای 90 دقیقه بعدی آماده بمونه. اگر در طول روز 3 یا 4 چرخه 90 دقیقه‌ای داشته باشید، خروجیتون چند برابر میشه. بخش پنجم، مدیریت انرژی ذهنی. چطور با شلوغی ذهن کنار بیاین؟ 1. قانون 3 کار اصلی. هر روز فقط 3 کار مهم انتخاب کنید. اگه 3 کار اصلی رو انجام بدید، روز موفقی خواهید داشت. 2. مینیمایز کردن تصمیم‌های اضافی. لباس از قبل مشخص کنید. محل کارتون مرتب باشه. لیست خرید داشته باشید. هر تصمیم کوچیک 1 واحد انرژی مصرف میکنه. 3. بستن فایل‌های باز ذهنی. کارهای نیمه کاره ذهن رو خسته میکنه. یا تمومش کنید یا تصمیم بگیرید کی میخواید اون کار رو انجام بدید. همین کافیه. بخش ششم، مدیریت انرژی احساسی. ما هر روز با آدم‌ها در تعامل هستیم و همین تعامل‌ها بخش بزرگی از انرژی ما رو میگیرند. چند تکنیک ساده. 1. نگفتن کوتاه و محترمانه. وقتی توان ندارید، وقتی احساس خوبی ندارید یا وقتی زمان کافی ندارید، نگفتن یک مهارت انرژی سازه. 2. حد و مرز با آدم‌های انرژی بر. لازم نیست قطع رابطه کنید. فقط مدت مکالمتون رو کمتر کنید یا اجازه ندید وارد مسائل احساسی سنگینیتون بشن. 3. تخلیه احساسی سالم. نوشتن چند خط در گوشی، حرف زدن با یک دوست یا حتی چند دقیقه سکوت. احساسات وقتی سرکوب میشن، انرژی 3 برابر بیشتر مصرف میشه. بخش هفتم، انرژی از بین نمی رود، جا به جا می شود. گاهی فکر می کنیم خسته ایم، اما واقعیت اینه که انرژیمون در جای اشتباه خرج شده. مثلا در تمام روز فکر می کنیم چرا فلانی این حرف رو زد، یا خودمون رو مقایسه می کنیم، یا از انجام کاری فرار کردیم و اضطرابش همراهمون بوده. گاهی فقط با جا به جا کردن تمرکز از نگرانی به حرکت دوباره انرژیمون بر می گرده. بخش هشتم، بازیابی انرژی. اگر میخوای انرژیت ثابت بمونه، باید بازسازیش رو جدی بگیری. چند راه ساده، چند دقیقه در طبیعت یا حتی نگاه کردن به آسمون، موسیقی ملایم یا موسیقی مورد علاقه، خنده، خواب کوتاه 15 تا 20 دقیقه‌ای، کم کردن نور صفحه، آب خوردن بدون قند، کم کردن سر و صدا و مهمتر از همه چیزهایی که بهت احساس معنا میده. این که چند دقیقه با خودت باشی و یادت بیاد چرا داری تلاش میکنی. بخش نهم، شب کلید انرژی فرداست. شب پایان روز نیست، شروع روز بعدیه. چند نکته ساده اما بسیار مؤثر. یک لیست کوچیک برای فردا بنویس. 1 ساعت قبل از خواب از صفحه ها دور شو. 5 تا نفس عمیق. 1 دوش کوتاه یا شستن صورت با آب گرم. خواب منظم حتی اگر کوتاه باشه. بدن عاشق نظمه. بی‌نظمی مساویه با مصرف بیشتر انرژی برای تنظیم خودش. بخش دهم، نکته نهایی. مدیریت انرژی یعنی فشار کمتر، آرامش بیشتر، خروجی بهتر و مهمتر از همه حال بهتر. انرژی سرمایه اصلی شماست. از خودتون بپرسید امروز انرژیمو کجا خرج کردم و از کجا دوباره شارژش کنم. اگر همین سوال رو هر شب از خودتون بپرسید، کم کم روزهاتون تغییر میکنه. یادتون باشه هدف این نیست که همیشه پر انرژی باشیم.
هدف اینه که انرژیمون رو آگاهانه مدیریت کنیم.